پل نو در بالای دریای ونجاب در دوره کارهای آبادانی و سازندگی و پشتیبانی از سیاست سازنده دولت و حکومت تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت. در مراسم به استفاده دادن این انشاءات راهبریت ناحیه ونج اشتراک نموده ساکنان دهه دشت عراق را به 27مین سالگرد استقلالیت دولتی و افتتاح انشاءات نو تهنیت گفتند. تاکید گردید که استقلالیت دولتی برای مردم تاجیکستان از جمله ساکنان ناحیه ونج دستاوردهای زیادی را در تمام سمت‌ها به میان آورده است. افتتاح انشاءات نو که در روزهای تجلیل از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام ساکنان دهه دشت عراق، صاحبکاران محلی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ونج صورت گرفت، اکنون مشکلات چند ساله باشندگان این دهه دوردست مملکت را پورا برطرف خواهد کرد. ما از سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت روح و الهام تازه گرفته به ساختمان کوپروک دهه دشت عراق شروع نمودیم. تا ساختمان کوپروک مردم دهه دشت عراق مسافه 15-20 کیلومتر را طی کرده با یک مشکلی به خانه می آوردند. بعضا با تا سر کوپروک لرزانه که پیاده‌گرد که در همین نزدیکی جایگیر بود با می آوردند، باقی مانده‌اش با خر کشانده به محله می بردند. ما با این مهنت مردم خیلی سبک شد. ما از سیاست خردمندانه پیشوای ملت دستگیری میکنیم و منتداری خیش را بیان میکنیم که برای ما همه شرایط، همه صلح و صلاح آورده است که و تشبوس سازندگی بنیادکاری را پیش گرفته است. ما بسیار منتداریم. پل نو در بالای دریای ونجاب در دوام 3 سال با خرج 1.5 میلیون سومانی با دستگیری صاحبکاران و ساکنان دهه دشت عراق ساخته شده است. درازه پل ساخته شده 30 متر و پهنایی آن 4 متر را در بر میگیرد. و گفتیم مسئولین دهه دشت عراق ناحیه ونج اگر قبلا ساکنان این روستا با طی نمودن مسافه 20 کیلومتر به مرکز ناحیه ونج میرفتند، اکنون با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات مهم مسافه راه تا به 2-3 کیلومتر پایان آورده شده است. پل نو دهه دشت عراق را با مرکز ناحیه ونج و یک قطار دهه‌های دیگر اطراف پیوست میسازد. مردم دهه دشت عراق تمام امکانات و چیزهای خود را استفاده بردند که همین کوپروک به استفاده داده شود و در آینده نیز نیت دارند که همین کارهای ساختمانی و آبادکاری ناحیه را دوام داده دهه دشت عراق، ناحیه ونج و تاجیکستان عزیزمان را گلگل شکوفان ببینند. ساختمان راه و پلها و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن مملکت یکی از اقدام‌های مهم دولت و حکومت تاجیکستان محسوب یافته در دوران صاحب استقلالی کشور برنامه‌های زیادی دولتی تطبیق گردیده در این سمت قدم‌های استوار گذاشته شده است. بنیاد پل نو در بالای دریای ونجاب از توجه دولت و حکومت تاجیکستان در سمت بهتر نمودن زندگی ساکنان دهات دوردست مملکت بوده، باشندگان دهه دشت عراق مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نو را در باز هم بهتر گردن وضع اجتماعی اقتصادی و روند واردات محصولات کشاورزی به بازارهای داخلی مهم معنی داد می‌کنند.